در مال میراث اگر انسان از پیش خود حصه ها تقسیم کرده آن را در بین وارثان تقسیم کند، چطوری که فعلا صورت میگیرد، ناریزاگی در بین وارثان البته به وقوع می آید، ولی اگر آن را عادل ترین ذات الله یگانه تقسیم کند، در بین وارثان هیچ ناریزاگی پیدا نمی شود. اکثر مردم تا حال نمی دانند که میراث باید طبق قرآن کریم تقسیم شود، نه طبق رسم و عادت که عموماً با یک طبق گندم و یک مقدار مبلغ تمام بود و شد میت را بررسی می کنند. خداوند حکیم حصه های هر یک وارث را در قرآن عظیم الشأن معین کرده است و وارثان وظیفه دارند که اگر از بین آنها کسی علمی تریکه را یعنی علم تقسیم میراث را خوب بداند، باید طبق قرآن عظیم الشأن آن را تقسیم کند و اگر هیچ یکی از آنها علمی تریکه را ندانند، باید به این ترتیب عمل نمایند. یکم، اولا باید در کاغذ تمام مال و اشیای میت را نامنویس کرد، یعنی هر آن مال و اشیایی را که هنگام مردن در ملکیت میت بود باید نامنویس کرد. حتی لباس های کهنه، سوزن و رشته میت را هم نامنویس باید کرد. در زندگی مشترک زن و شوهر باید ملکیت تمام اشیای خانه یعنی صاحب بودن معین باشد که کدام چیز از آن کیست. مثلا مرد دیگ خرید و آن را برای زن هدیه نکرد، بلکه برای استفاده خانه خرید. در این صورت مالک آن مرد است، ولی اگر آن را هدیه کرد مالک آن زن است. به همین ترتیب باید تمام اشیای خانه معین باشد که کدامش مال مرد است و کدامش مال زن. پس اگر میت مرد است باید تنها مال مرد را که در ملکیت اوست نامنویس کرد و اگر میت در زندگی مال را به کسی بخشیده باشد آن را در میراث تقسیم کرده نمی شود. دوم، این مال و اشیایی که نامنویس کردیم هر یکی را نرخ گذاری می کنیم که کدام مال چقدر قیمت دارد. مثلا جامه میت که کهنه است در بازار نوش 100 سومون و کهنه‌اش 50 سومون است، پس نرخ جامه رو 50 سومون می نویسیم. البته نرخ گذاری با مشورت انسان‌های با تجربه باید صورت گیرد. مثلا اگر مال خانه باشد باید با مشوره کسانی نرخ گذاری شود که آنها به خرید و فروش خانه سر و کار داشته باشند و نرخ و نوا را خوب بدانند و با انصاف باشند. و اگر ماشین باشد باید با مشوره ماشین فروش های با انصاف نرخ گذاری شود. به همین ترتیب دیگر مال و اشیای میت را یک به یک نرخ گذاری می کنیم. بعد از آن همه آن را جمع کرده حساب می کنیم و حاصل آن چقدر که شود آن را در پایان می نویسیم. سوم، عدد، جنسیت و نوع قرابت با میت را نیز می نویسیم، یعنی عدد وارثان را که چند عدد هستند آن را نیز می نویسیم، یعنی چند مرد و چند زن هستند و به میت چی نسبت دارند، دختر یا مادر، پسر یا پدر میت است. خلاصه به همین ترتیب معین کرده می شود. ناگفته نماند که در حال وفات چند زنی که داشته باشد همه آنها در میراث شریک هستند و از زنهای دیگرش نیز چند فرزندی که داشته باشد همه اش در میراث شریک هستند. حتی دختران میت که به شوهر برآمده صاحب نبیره شده باشند هم در میراث شریک هستند. بعد از آن با همین نوشتجات به اداره مفتیات یا یگان عالم با تجربه که علم طریقه را خوب بداند مراجعت میکنیم. باقی کاری آنهاست. آنها حساب و کتاب کرده حصه های هر یک وارث را طبق قرآن کریم معین میکنند. وقتی که حصه ها معین شد هر یک وارث میتواند از مال میراث به قدر حصه خود مال بگیرد. مثلا اگر حصه یک وارث 10,000 سومان باشد او میتواند از مال میراث که نرخ گذاری شده است به مبلغ 10,000 سومان مال بگیرد. مثال دیگر برای فهمیدن این است که مثلا اگر نرخ خانه 100 سومان است
و وارثان دو برادر هستند، اگر حصه های آنها از مال میراث 50 سامانی باشد، آنها در خانه شریک هستند و کدامی از آنها اگر خواهد که مالک خانه شود، باید 50 سامان حصه شریکش را بپردازد و مالک خانه شود. به همین ترتیب هر یک وارث به قدر حصه خود از مال میراث که نقش گذاری شده است مال میگیرد. هر کسی که مال میراث را تقسیم نکرده از آن استفاده میبرد، پاره از آتش دوزخ را میگیرد، خصوصا اگر حق یتیم باشد که خداوند تعالی در قرآن عظیم الشأن برای اون شخصانی که مال یتیمان را میخورند آتش جهنم وعده کرده است. در بعضی جایها دیده می شود که اگر مردی وفات کند که یک یا دو فرزند داشته باشد، برادران او زن و فرزندان او را از خانه پیش می کنند و خانه اش را صاحب می شوند و آنها را از مال میراث محروم می کنند. قسم به خدا که این خیلی گناه وزنین است و در قیامت از آن پرسیده می شود. در آخر دعا میکنم که خداوند تعالی همه ما را توفیق عمل به قرآن عظیم الشأن را نصیب و روزی بگرداند و در خاندان ما الفت و محبت را در بین برادران و خواهران و دیگر خویشاوندان ارزانی بدارد. آمین یا رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. اسرار ما فاش ندارد سود، ای بیداد و ای کاش تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر میکشیدن آن دو نقاش، به دفتر میکشیدن آن دو نقاش. چو مصعب دست و جان در راه دین ده، دو دستت را به رب العالمین ده، نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیر المرسلین.